در ساختن این فیلم از سفرنامه‌های کنت دو گوبینو، برادران شلی، سرژان مالکوم، هنری رنه، ارنست اورسل استفاده شده است. در زمان شاه طهماسپ صفوی حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی برج و باروی تهران با 4 دروازه ساخته شد. مهمترین دروازه تهران در آن روزگار دروازه‌ای بود به سوی شهر ری که اینک تبدیل شده است به میدان مولوی. بلافاصله پشت این دروازه بازارچه حضرتی کنونی قرار داشت. در آن زمان مال فروشان و کاه فروشان در این بازارچه مستقر بودند. اینجا مدخل شهر بود. میخوای با من بیای بریم تهران؟ تهران؟ تهران که میگن جای قشنگیه، اما مردمش تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین‌ها، دوچرخه‌ها، آدم‌ها، الاغ‌ها، شترها، گاری‌ها و درشکه‌ها. در چنین شهری که با مفهوم امروزی شهر بسیار متفاوت بود و خانها و فودالها حاکمان آن بودند، بازار، این خاستگاه سرمایه‌داری سنتی ایران، پایه‌های رشد بعدی خود را بنا می‌نهاد. برای نزدیک شدن به تصویری از سیمای قدیم تهران قبل از چهره امروزی آن میباید نگاهی به محله هایی که کمتر دستخوش تغییر شده اند انداخت. در این کوچه ها تردد بسیار کم بود، چون مردها سراسر روز را در حجره ها و دکه های خود در بازار میگذراندند و زودتر از غروب آفتاب به خانه بر نمی گشتند. این دروازه نو تنها دروازه باقی مانده از تهران قدیم در بازار است.
در هر صبح کرکره های مغازه ها برای شروع یک روز کاری بالا می رود. به نام خداوند جان آفرین و تردد آغاز می شود. حکیم سخن در زبان آفرین اگر ایران به جز ویران سرا نیست من این ویران سرا را دوست دارم. بازار تهران که در پی چند بازار دیگر که مهمترین آن بازار اصفهان در دوره شاه عباس بود پدید آمد. این بازار همچون آنها دارای ارکانی بود که تا همین سالها وجود داشت. دوست دارم. نخست تیمچه. هنوز هم میتوان زیبایی های گذشته آن را در وجود این سقف های باقی مانده نظاره کرد. و دیگر جلوخان، چارسو، حجره و نیز دالان، قیصریه و کاروانسرا. خیابان اصلی بازار را راسته بازار می نامند. راسته در معنا همان رسته و صنف است و هر صنفی در بازار راستی خود را داشت. صنف و رسته در ایران قدیم پیشه و پیشه‌وری نامیده می شد. ابن بلخی در فارسنامه گوید بعضی را پیشه‌وری فرمود چون نانوا و بقال و قصاب و بنا و دیگر پیشه ها. ارسل احتمال می دهد که سازمان اصناف از ایران به روم و از آنجا به فرانسه رفته باشد. ناصر خسرو واژه پیشه را بارها به کار گرفته است، از جمله اگر شاعری را تو پیشه گرفتی یکی نیز بگرفت خونیاگری را. این راسته بزاس ها می باشد، پارچه فروشانی که در تمام طول راسته کنار هم مستقر هستند، همان گونه که دیگر پیشه ها نیز چنینند. اینکه کسبه یک صنف در یک راسته کنار هم قرار می گیرند دلایلی چند دارد، از جمله آنکه شهرت یک مکان به فروش و عرضه کالای خاص موجب شناسایی آنجا توسط طالبین آن جنس و جلب آنها می شود. و نیز فراهم آوردن همه گونه ها و اندازه های یک کالا با کیفیت و قیمت های متفاوت که گاه به صدها و هزارها می رسد برای یک دکان یا یک شخص میسر نیست. اما وقتی که این دکان ها کنار هم قرار گرفتند مجموعی آنها دارای تمام گونه های آن کالا می شوند و مشتری می تواند مطلوب خود را بیابد. دیگر اینکه برخی مشاغل و رسته ها
نمیتوانند کنار برخی دیگر قرار گیرند. فی‌المثل یک دباغ یا یک مسگر در اینجا و کنار این مغازه ها. با رشد و گسترش تهران این راسته ها در شکلی مدرن‌تر در خیابان‌های شهر شکل گرفتند. اینجا خیابان بهار است. بخش زیادی از مردم برای خرید لباس کودکانشان به این خیابان می‌آیند. و در این خیابان صنف الکتریکی ها و فروشندگان وسایل روشنایی قرار دارند و در آن هر نوع لامپ، لوستر، سیم و کابل یافت می شود. به بازار باز می گردیم با انبوه جمعیت و تراکم مغازه هایش، جایی که هر مغازه و هر حجره‌ای تاریخ خانواده‌ای را در خود دارد، از پدر به پسر. پسرانی که کم اتفاق می افتد ثروت موروثی را برباد دهند، بلکه خود چیزی بر آن می افزایند. این مغازه 90 سال قدمت داره. اولین جواز کسبی که صادر شد به نام پدر بزرگ من بود، حاج میرزا عباس علی اسلامی. برخلاف راسته که تنها یک صنف را در خود جای می‌دهد، دالان محلی است که در آن اصناف مختلف در کنار هم فعالیت دارند. پیراهن و پوشاک کنار چراغ و شمعدان و این یک کنار لوازم برقی یا روبروی دیگ و ملاقه و ظرف. دالان‌ها طولانی و تو در تو بودند و اکثراً به همراه داشتند و در همان حال راسته ها را نیز به هم مرتبط می‌کردند. شاید فروشگاه‌های بزرگ امروز رشد و تکامل همان دالان‌ها باشد. در این فروشگاه بزرگ این تنوع بسیار در عرضه کالاهای گوناگون، هرچند که نگاهی به سوپرهای مدرن اروپا دارد، اما بی تردید تصویری تکامل یافته و امروزی شده از همان دالان‌های پیشین بازار است. اگر پدران ما می‌خواستند مجموعه‌ای از این اجناس را تهیه کنند، باید یک روز تمام را از این راسته به آن راسته می‌رفتند. اما اینجا همه چیز کنار هم است. تقریبا میگن که بزرگترین سوپرمارکت جهانه، چون از هر چی شما فکر کنی توش هست. یعنی یه ورش از چاره گلبندک شروع میشه، کل بوتجمهوری میره تا چاره سیروس میرسه، اونجا به جنوب میرسه به چاره مولوی، بعد خدمتتون هست که از چاره مولوی باز میاد به طرف غرب تا میدون اعدام که الان محمدیه شده و به شمال تا چاره گلبندک. در تهران نظیر اکثر شهرهای مشرق زمین، بازار منطقه پرجوش و خروشی بود که بیش از هر جای دیگر مسافرین خارجی را به خود جلب می‌کرد. We just decided to come to Iran because it's we don't know much about it in Germany, so it was really interesting to come to see how the people live here and how Iran is like the historic buildings and like the people and like the culture, because it's so different from German and the European culture. آب منطقه بازار از قناتی تأمین می‌شد که امروزه یکی از آنها هنوز در میدان ارگ وجود دارد و تنها قنات باقی مانده از ده‌ها قنات این منطقه است.
باقی قنات‌ها به این صورت درآمده است: ویرانه‌ای پر از زباله. بازار که در زبان فرانسه نیز بازار نامیده می شود، کلمه ایرانی است که از ایران به پرتغال، سپس به فرانسه و دیگر کشورها رفته است. در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بارها و بارها به واژه‌های بازار و بازارگان یا بازرگان برمیخوریم. یکی مردم ای شاه بازارگان، پدر ترک و مادر از آزادگان. و یا یکی کلبه بر ساخت اسفندیار، بیاراست همچون گل اندر بهار. ز هر سو فراوان خریدار خواست، بدان کلبه در تیز بازار خواست. کوچه نقاره خانه از دیوارهای ارگ و بازار میدان شاه را به سبز میدان وصل می کرد. سبز میدان روبروی یکی از درهای ارگ واقع شده بود. در طرفین این دو در دو برج کنگره‌دار با شکوه قرار داشت که کاشی‌هایی با رنگ آبی سراسر آن را پوشانده بودند. آن برج‌ها و نماها اینک به تاریخ پیوستند و اثری از آن نیست جز همین خیابان 15 خرداد. این سبز میدان است که روزی 3 مدخل با شکوه به بازار داشت و هنوز نیز دارد. بازار به تنهایی شهری بود با کوچه ها، راهروها، میدانها، چهارراه‌ها، مهمانخانه‌ها و مساجد مرتب که در هر روز حدود 25,000 جمعیت را در خود جای میداد. در ابتدا و انتهای بازارها میدان قرار داشت که در آن کاسب‌های خرده‌پا مستقر بودند. اما با تغییر و تکامل زندگی شهری، چهره میدان و بازار و سراب و تیمچه نیز تغییر کرد، همان گونه که ما تغییر کردیم. در میدانهای کنار بازار اغلب با دستفروش‌هایی روبرو می‌شدیم که امروزه نیز هنوز در سبز میدان حضور دارند، هرچند که متاعی متفاوت با گذشته عرضه می‌کنند. در 1-2 سال اخیر شهرداری تهران راه ورود اتومبیل به این منطقه را بسته است و برای تردد کسانی که قادر به پیاده‌روی نیستند و یا قصد تفرج و تفریح دارند، درشکه و خودروهای فانتزی که شبیه ماشین دودی‌های قدیمی است قرار داده است. راستی کفاش‌ها که زمانی تولید کننده کفش‌هایی با چرم طبیعی، چکمه‌هایی با مدل‌های اروپایی، شاروخ‌هایی با بندهای ضخیم و طرح‌های زیبا بود، اینک به این فروشگاه‌های کفش‌های رنگارنگ چینی بدل شده است و دریغ از آن کفش‌ها و گیوه‌های دستدوز که سلامت پای پدران ما را تأمین می‌کرد. خیابان انقلاب با کفاش‌هایش که کمتر کفاشند و بیشتر فروشنده کفش‌های کارخانه‌ای و وارداتی، تاق‌ها و گنبدهای سرپوشیده بازار را میتوان از جذابترین بخش‌های معماری آن دانست. روزنه‌هایی که در این سقف‌ها تعبیه شده بود، نوری چشم نواز را تأمین می‌کرد که البته هنوز هم این روزنه‌ها وجود دارند.
امروزه این سقف‌های شیروانی ناموزون جای بسیاری از آنها را گرفته است. محل تلاقی دو راسته در بازار را چارسوق می‌نامند. اینجا چارسوق بزرگ است که محل تلاقی راسته‌های بین الحرمین و مسگرها بوده است. معماران هر چه در چنته داشتند در چارسوق‌ها به کار می‌بردند تا زیبایی آن را به کمال برسانند. چارسوق بازار تهران از چارسوق‌های بسیار زیبا بوده است که البته شاید به زیبایی چارسوق بازار خانه یزد نرسد. چارسوق در این حال محل استقرار داروغه نیز بود تا همراه با گزمه‌هایش امنیت را تأمین کند. بر تقاطع این بازار نشسته با چشم مهیلش شبگرد تا آبری اگر که درآید و نام شب به رمز نداند دستان او کند به بند به محبسش بکشاند. روبروی دانشگاه تهران خیابان انقلاب. این نمونه دیگری از سفر راسته ها به خیابان هاست. انتشاراتی ها و کتاب فروشان تهران اکثرا در اینجا و خیابان های اطراف آن مستقر هستند. یکی از قدیمی ترین راسته های بازار تهران راستی مسگرها بود. سر چارچوب مغازه اولی تا بره وسط بازار حدود 50 تا مغازه این برابر. دو طرفش مغازه مسگری بود، سازندگی بود، فروشندگی بود. واسه چند تا هم تو اون چهار بازار بودن. امروزه اما این فروشندگان لباس‌های وارداتی جانشین راستی مسگرها شدند. قیصریه به محلی گفته میشد که در آن کالاهای گران قیمت اما سبک وزن عرضه می‌گردید و امروزه در بازار تهران هنوز کنار هم قرار دارند. تکامل قیصریه و سفر آن به خارج از بازار را امروزه میتوان فیلمثل در خیابان کریم خان دید. بازار فرش فروش ها. این بازار شاید برای هر بازدید کننده‌ای به ویژه اروپایی ها دیدنی ترین و جالب ترین بازار دنیا باشد. در این بازار فرش هایی در اندازه ها و نقشه های مختلف برای هر سلیقه و هر قدرت خریدی به معرض فروش گذاشته بودند
از نمدهای زبر و زخیم ترکستان تا فرشهای هرات، قالیهای خوی، کاشان و همدان با رنگامیزی‌های بدی که اما با گذشت زمان محدود و محدودتر شده است تا به اینجا رسیده است. برخلاف قیصریه که کالاهای گران قیمت اما سبک وزن را عرضه می کند، در تیم و تیمچه کالاهای گران قیمت اما سنگین وزن مانند این فرش‌ها عرضه می گردد. در گذشته‌های نچندان دور در هر تیمچه مشاغل وابسته به آن کالا نیز وجود داشت. مثلا در تیمچه قالی فروش‌ها فروشندگان رنگ قالی نیز حضور داشتند و علاوه بر آن خدماتی همچون آبدارخانه، چایخانه و آشپزخانه نیز بود. مساجد فصل مشترک همه ارکان بازار بودند. هنگام اذان کسبه بازار از هر راسته و دالان و حشره برای انجام فرایض دینی به مسجد می آمدند و هنوز می آیند. آنان در حوض بزرگ میانی مسجد وضو می گیرند و برای نماز آماده می شوند. معماری و کاشیکاری های مساجد واقع در بازار تهران بسیار زیبا و چشم نواز است. الله اکبر. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. استادان معمار اصول مقرنس‌کاری‌های زیبا و ظریف و رازهای ساختمان، سقف‌ها، گنبدهای بلند و شکیل را که هنرمندانه پدید می آوردند نسل به نسل به فرزندان خود می سپردند و آنان این اسرار و رموز را حفظ می کردند و در تکمیل آنها می کوشیدند. اصول این معماری موروثی منحصراً به خود آنها تعلق داشته است و همین انحصار دانشمندان باستانشناس را بران داشت تا در جستجوی چگونگی آن برآیند. آنان سرانجام به این باور رسیدند که خود ایرانیان مبتکر این سبک‌ها بودند و مأخذ اولیه آنها نمونه‌هایی در طبیعت بوده است. جلوخان مسجد شاه مملو از درختان چنار تناور بود که در تابستان‌های گرم سایه آنها بر فراز این حوض کوچک خنکای مطبوعی به این محل می‌داد. یه مغازه اینجا یه درخت بغلش درخت رو رد نکردن. دیدین؟ ما 400 سال پیشه اصلا درخت مال چند سال پیشه 400 سال پیشه از بریده نشینا رفته بالا ساختمون مگه یارو نداره پلاک نداره اینا
رفتم غریبه 500 سال پیش گفتی؟ آبایزی گفتش 2-3 دقیقه به من اجازه میده من تنها باشم اینجا. ایشون اونجا موند و من با شریکم برگشتم اونجا. این 2-3 دقیقه گذشت. گفتم بده من یواش برم ببینم موضوع چیه، چیکار میکنه. بعد رفتم دیدم یه عاقل مردی بود که با عصا میومد. دیدم صورتش رو گذاشته بود دیوار، داره اشک میریزه. چه دستشی گرفتم تو من منظره رو دیدم. موضوع چیه؟ چرا ناراحت بودی؟ گفت شما دیدین اونو؟ آره. اون اتاق شب زفاف من بود. سابقهش در بیارن اینجا رو گویا زمانی مال حاجب الدوله هم بوده. مشهورترین تیمچه بازار تیمچه حاجب الدوله است. ارسل گوید کاروانسرای حاجب الدوله از جذابترین کاروانسراها بود که در زمان شاه فعلی یعنی ناصرالدین شاه ساخته شده است. زمان ناصرالدین شاه که این تیمچه رو به قول معروف هدیه داده به قاتل امیرکبیر، اسمش حاجب الدوله بوده. از اون موقع هم به نام حاجب الدوله اینجا معروف. اینجا هم در اصل یه حالت استبوار بوده. هر کدوم این اونجاها به صورت استبل بوده. بعد یواش یواش بر اثر مرور زمان شروع شده به بازار تهران و به صورت مغازه در اومده. هتل‌های تهران که شاید با بسیاری هتل‌های مجلل دنیا قابل قیاس باشند، در واقع تکامل جهشی همان کاروانسراهای گذشته‌اند. حمام یکی دیگر از ارکان اصلی بازار بود، با ظروف مخصوص به خود و کف و دیوارهای از سنگ یا کاشی سپید و مشتمال پس سرما عالمی داشت. سلام علیکم.
شاید همون ما داشتیم، ولی الان دیگه تمام هموما شده مجتمع تجاری. بر جای آن حمام ها اینک چنین مجتمع هایی قرار دارد. شکلگیری تدریجی بازار به این علت بود که بیشتر شهرهای ایران جز چند شهر محدود که ساخت آنها همراه با طراحی بوده است از توسعه یک روستا پدید می آمدند. اینجا نقطه شروع شهر بود، در اینجا گسترش پیدا کرده که حالا اون بحث ساخت کاخ‌ها و عمارت‌ها و اینا که اتفاق افتاده تو نزدیکترین نقطه، یعنی به شعاع 1 کیلومتر اتفاق افتاده. این آهنگ سلطان رضا. زباله‌های مانده از یک روز طولانی، گربه‌ای که در میان زباله‌ها به دنبال قوت خود می‌گردد. اگر پدران ما در چنین خانه‌هایی با باغچه گل‌های اطلسی، شمشاد و ماهی‌های قرمز در زلال حوض‌های کوچک و بزرگ زندگی می‌کردند، امروزه ما در آپارتمان‌هایی چسبیده به هم زندگی می‌کنیم و ضمن سفرهای شهری با تاکسی، اتوبوس و مترو هوای یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان را به سینه فرو می‌دهیم.